وینس و مشتری زیر نظر راه. زمانی که اتصال سیارات هست، مثل الان که مثلا ماه و وینس و مشتری هست، 3 تا سیاره با هم در اتصال هستن، شما باید ببینید که برای شما کدوم حالت رو بیشتر داره فعال میکنه. حالا مبحث اسپکت و نظراتش جدا. یعنی باید ببینید که آیا منسوبات وینس داره برای شما در این 2 روز و نیمی که این ترانزیت اتفاق میفته که موضوعات هنری هست بیشتر فعال، و یا موضوعات مرتبط به سیاره مشتری که مرتبط به شانس، رزق و روزی، پول، برکت، اینجور موارد و معنویت، و یا سیاره مشتری که اشاره به موضوعات معنوی داره برای شما فعال کرده. این چگونه به دست میاد؟ راه تشخیصش چگونه هستش؟ به چارت تولد شخصیتون رجوع کنید، ببینید که کدوم یکی از این 2 سیاره که ماه در اتصال با اونها هست، یعنی ماه و وینس یا ماه و مشتری، کدوم از اینها در چارت شخصی شما در وضعیت قدرت قرار دارن. اگر یک فرد وینس قدرتمندی تو چارتش داشته باشه، پس موضوعات معنوی براش فعال، پس موضوعات هنری براش فعال‌تر میشه. اگر یک فرد مشتری قدرتمندی داشته باشه، موضوعات معنوی براش فعال میشه. یعنی منسوبات مشتری این سیاره بیشتر براش در این 2 روز و نیم ساعته. پس نکته آموزشی که الان یاد گرفتین آسمانی ها این هستش که زمانی که سیاره هر سیاری با سایر سیاره ترانزیت میکنن، اتصال پیدا میکنن، باید به چارت شخصیتون رجوع کنید، ببینید که کدوم سیاره در وضعیت قدرتمندتری هست. مثلا یک فردی که وینس خوبی داره در چارتش، بیشتر موضوعات مرتبط به اتصال ماه و وینس رو تجربه میکنه، یا فردی که سیاره مشتری در چارتش داره، مشتری خوبی در چارتش داره، موضوعات مرتبط به سیاره مشتری که موضوعات مرتبط به معنویت، تدریس، آموزگاری، شانس، پول و برکت، رزق و روزی هستش. اون پول برای خورشید هستش.